سلام عرض میکنم. دکتر دیباچ هستم. سال نو رو تبریک میگم. هنوز فروردین ماه تمام نشده، میشه سال نو رو تبریک گفت. انشالله که سال بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و پر از سلامتی و شادی باشه براتون و به همه آرزوهاتون و اهدافتون برسید. یکی دو تا یادآوری و دو تا نکته جدید رو میخوام خدمتتون ارائه کنم. همچنان من در کلینیک خدمت ژل و بوتاکس رو ارائه میدم. بوتاکس همچنان از برند دیسپورت توضیحات مفصلی راجع به موضوع دادم. همچنان این معتبرترین برند بوتاکس رو استفاده میکنم، با اینکه مقدار در مضیقه هستیم، ولی با توجه به اینکه بهترین نوع هست و عوارض کمتری داره و اهدافمون رو بهتر تأمین میکنه، فقط از این برند استفاده میکنم. همچنان در مورد فیلر و ژل هم فقط از فیلر ریوانس کانادا استفاده میکنم که مستحضرید که تقریبا تنها برندی هست در داخل کشور که گواهینامه دارو و غذای امریکا رو دارد و اجازه داره این فیلر در بازار امریکا استفاده بشه، به دلیل استاندارد بسیار بالایی که در تهیه‌اش رعایت میکنه و ما هم به دلیل اهمیتی که موضوع داره فقط از همین فیلر استفاده میکنیم. خب عوارض بسیار بسیار ناچیزه در استفاده از این فیلر و اهداف درمانیمون رو هم بهتر تأمین میکنه. در مورد فیلر این نکته رو من خدمتتون عرض کنم که رویکرد من از سال گذشته با توجه به حضور در کنگره‌های حالا خارجی و داخلی که داشتم، بیشتر متمرکز شدم روی لیفت صورت. لیفت صورت رو با فیلر انجام میدیم و با این تکنیک جدید با میزان کمتری از فیلر میتونیم اهدافمون رو بهتر بهش دست پیدا کنیم. شاید کاری رو که با 4-5 سی ژل بعد انجام میدادیم در اصلاح خط خنده، خطوط زیر چشم، حجم دهی گونه ها، حجم های از دست رفته صورت و اینها، دیگه حالا با 1.5 سی ژل میتونیم با اون تکنیک لیفتینگ همه این اهداف رو بهش دست پیدا کنیم و خب هزینه کمتری داره، بلافاصله هم اثرش در فرد قابل رؤیت هست. من چندین موردش رو در صفحه خودم گذاشتم. مراجعه کننده ها رضایت خیلی خیلی خوبی داشتن از این کار، با توجه به اینکه فیلر خیلی کمی براشون استفاده میشد ولی خب بسیار بسیار نتیجه خوبی داشت. یه مقدار اقراق درش کمتره، حجم زیادی به صورت نمیده که خیلی وقتا نگران کننده است برای مراجعه کننده ها که تغییر ناگهانی در صورتشون رو ممکنه نپذیرند. اینه که با این تکنیک ما اون اهداف رو بهش میرسیم با تغییرات کمتر و هیچ حرکت اغراق‌آمیزی روی صورت اتفاق نمیفته. اون خدمات دیگری رو که حجم دهی لب و حالا چانه و زاویه سازی، اونها همچنان برقرار هست، ولی تو لیفت صورت این تکنیک های جدید بسیار بسیار دست ما رو باز کرده برای اینکه با میزان کمتری از فیلر بتونیم اهداف رو خیلی خیلی راحت تر بهش برسیم و علاوه بر اون حجم دهی ها بتونیم با تغییرات خیلی کمی و در حقیقت افتادگی صورت رو اصلاح کنیم و لیفت کنیم صورت رو و خیلی خیلی اثرات کاملی رو داشته در حقیقت در مراجعه کننده. دو تا نکته رو میخوام، بنابراین این رو ما ادامه میدیم با این رویکرد که خدمتتون عرض کردم. دو تا کار جدید رو میخوام پیگیری کنم. یکی این که در فضای مجازی که حالا هممون وقت توش میگذرونیم و حالا یه نکته این وسط بگم هرچی کمتر بهتر، ولی در صورت این وقت رو میگذرونیم در فضای مجازی، در حوزه سلامت آدم میبینه اطلاعات بسیار غلط، ناقص، عرض کنم گمراه کننده بعضی وقتا که میتونه خسارت آمیز باشه واقعا. اینه که من میخوام دنبال کنم این موضوع رو، اطلاعات نادرستی رو که در فضای مجازی میبینم بیام توضیح بدم، اصلاح کنم، مورد درستش رو توضیح بدم خدمتتون تا اینکه بتونید استفاده کنید، چون خیلی وقتا میتونه عارضه دار بشه واقعا. شما الان در حوزه تغذیه، ورزش، فاستینگ های غیر عادی، توصیه های بی مورد، رژیم های غیر عادی، انقدر مطالبی رو آدم میبینه که هیچ گونه مستند علمی ندارد. بعضیاش ممکنه در حد مقاله باشه که هنوز کارآزمایی های بالینی کاملش رو انجام نداده، نمیتونیم توصیه کنیم اونها رو. اون چیزهایی که در
مستندات پزشکی روز دنیا الان هست رو من خدمت شما ارائه کنم تا شما بتونید از اونها استفاده کنید و خدای نکرده عارضه و مشکلی براتون به وجود نیاد. این رو حتما پیگیری میکنم و به طور منظم در اختیارتون قرار خواهم داد. نکته دیگری که پیگیری میکنم، مبحث چکاپ در بحث سلامت امروز جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای داره، به طوری که در کشورهای پیشرفته دنیا چکاپ دیگه یه الزامه. شما اگه چکاپ‌های منظم نداشته باشید بیمه ها شما رو پوشش نمیدن، به دلیل اینکه داشتن چکاپ باعث میشه که شما در مراحل اولا که به خیلی از مشکلات مبتلا نشوید، ثانیاً اگر عارضه‌ای میخواد پیش بیاد در مراحل ابتدایی که به راحتی قابل اصلاح هست، قابل درمان هست، اونها رو پیدا کنیم و رفعشون کنیم. اینه که این مطلب رو هم میخوام پیگیری کنم. اولا چند جلسه راجع به چکاپ میخوام توضیح بدم، اینکه برای سنین مختلف و حالا بین خانم ها و آقایان چه چکاپ های الزامی است. گاهی کارهای اضافی انجام میشه، هزینه های بیخود انجام میشه، نیازی نیست اصلا اونا رو انجام بدیم. اینه که اینها رو توضیح خواهم داد ابتداءً که همه در جریان قرار بگیرن که با توجه به سن و جنسشون چه چکاپ‌های الزامه، در چه زمانی، با چه فاصله زمانی باید انجام بدن که از هزینه بیخودی هم جلوگیری بشه. و اینکه به طور آنلاین رو صفحه مراجعه میکنید، اطلاعات پزشکی و سوابقتون رو برای من میگید، با توجه به سن و جنستون من اون آزمایش‌ها و کارهایی که لازمه براتون درخواست میکنم، شما انجام میدید، مجددا آنلاین جوابهاشو برای من ارسال میکنید بدون اینکه بخواید این مسافت ها رو برید بیاد. هر جای کشور که باشید، هر جای شهر باشید، کار انجام شدنی است، بدون صرف هزینه بیخودی برای رفت و آمد و هزینه بسیار کمتری کاراتون انجام میدید، برای من ارسال میکنید، من کارها رو بررسی خواهم کرد و اون چیزهایی که لازم شما انجام بدید، چه من حیث کارهای تخصصی تر و کار درمانی تر و یا حتی ارجاع به مراکز تخصصی تر رو توصیه هام رو به شما خواهم کرد و شما هم از این امکان بهره میبرید. اینه که این کار رو هم پیگیری خواهم کرد. بسیار بسیار کار مفید و مناسبی است برای اینکه بتونیم در حوزه سلامت و سلامت فردیمون یک کار مفیدی رو انجام داده باشیم. انشالله در توضیحات کاملتری که خواهم داد آشنا هستید، خیلی دقیق تر و تو جزئیات براتون مطلب رو توضیح خواهم داد. در انتها باز براتون سالی پر از سلامتی، شادی، تندرستی و نشاط، لبریز از مهر و مهربانی از خداوند منان خواستارم. روز و روزگارتون خوش.